سلام خدمت عزیز تاجیکاری اومدن اینستان خانستگان باشه. در آیت 103 سوره نیسا میفرماید آخر آیه که درباره نماز ها رو قضا نکردن در وقتش خواندن این گونه خبر میدهد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق العظیم. و درسته که نماز برای مؤمنان در وقتش گذاشتن امر کرده شده است، یعنی که فرمانی الله تعالی است که نماز رو در وقتش کنید، قضا نکرده، دیر نکرده در وقتش باید که گذاریم. این در سوره نیسا آیت 103. در سوره چیز میگه، در سوره البقره آمده است که حافظوا علی الصلاة و الصلاة الوسطی، نماز رو میگه حفظ کنید، حمایت کنید، در وقتش گذارید و نماز میانه رو در وقتش. تاکید به نماز عصر است. این صلاة الوسطی نماز عصر است. نسبت سوره نماز عصر در سوره عصر آمده است، در سوره 30 میگه که اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، قسم به وقت عصر. قسم به وقت عصر میگه این الانسان لفی خسر، و درستی که انسان در چی است؟ شکست و ریز است. انسان در کارهای بی منفیت است، در همه کار، مثل کار دنیا، مثل که در مشغول است و در شکست است و در چیزی که به او فایده ندارد به اون کارها مشغول است. بین اصل شما اهمیت میتونه که آدم از کار آمده ایستادن، یا در قشلاق باشه وقتی پادا آمدن از گاوجوشی است، تعامی بگویی رو ترک کردن است. اینه که انسان با مشغول است در یک چیزهایی که شکست و ریز، در یک چیزی که چی است، از دست دادنی، مثل که عملی اینه که عبادتی الله تعالی است، در شکست و ریز است، در خسران است، یعنی که در شکستیابی است. و میگه که در ادامه میاد که الا الذین، مگر کسانی که آمنو ایمان آوردن و عملوا الصالحات و عملهای نیک رو انجام دادن. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردن و عملی نیک کردن. و تواصوا بالحق، برای حق آدما رو چیکار راهنما کردن، نصیحت کردن. و تواصوا بالصبر، و انسان‌ها رو برای به طرف صبر راهنمایی کردن، نصیحت کردن، راهنمایی کردن، فهموندن، چی میگن، شرح دادن به آنها، آسان کردن، مثال راهی حق رو، سخن حق رو و صبر کردن رو، صبر برای مشکل‌های حیات. یعنی که ببینید که و وقتی نماز عصر مثال قسم داده شده است که قسم معنیش چیه؟ یعنی که عصر رو قضا نکرده در اومد باید بخونیم. وقتی اذان عصر دادن یا که ساعت عصر کشید، در حال نماز عصر گذراندن، خواندن باید خوانیم، خواندن لازم است. برای همین نماز مثل که این رکنی که پس از کلمه های چی است؟ طیبه، شهادته که ما در نزد الله تعالی تلقین میکنن کسی که در دین اسلام داره. لیکن ما که مسلمان زاده ایم، در مثل که ما از کودکی میگن که مسلمانی، پدر و مادر مسلمان است، ما علاقه مسلمان به دنیا اومدگیم. لیکن انسان که مسلمان میشوند، مسلمان نبودن ایمان میارن و کلمه طیبه و کلمه شهادت و همین تلقین میکنن که یکم اولین رکن اسلام این توحید است، یگانه پرستیدن الله تعالی، یگانه شمردن الله تعالی به غیر از الله تعالی کسی دیگر رو و چیز دیگر رو باور نکردن است. یکم مثال رکن ستون اسلام است. دویم رکن اسلام این نماز خواندن است، نماز رو در وقتش خواندن و ادا کردن نماز. سوم روزه ماه شریف رمضان. این روزه نماز ما هر روز میخونیم و هر روز 5 باری میخونیم و مردها در مسجد میخونن نماز جمعه را. جماعت هم خیلی مثلا کسی خانه، مردها در جماعت در مسجد، نه که زنها در خانه 5 وقت نماز میخونن. این هر روز در عبادت ما است. رمضان در یک سال یک بار میاد، ماه شریف رمضان در یک سال یک بار میاد. این سوم رکن اسلام است، ماه شریف رمضان. چهارمش زکات، پنجمش حج. یعنی رمضان در یک سال که 21 بار میاد، ما او را با تیاری میبینیم. چقدر تیاری میبینیم؟ ببخشید، تیاری چقدر تیاری میبینیم؟ مثل که ایمانن، با ایمان و با تیاری، مثل که با مستحکمی ایمان و با خداوند نزدیک بودن به رمضان داخل میشیم. رمضان رو داخل کشتیم، با روزه که گرفتیم با عبادت ها مستحکم میشه، قرآن تلاوت میکنن انسان ها. مثل که ماه شریف رمضان ماه بزرگ است. برای به ماه شریف رمضان تیاری دیدن در کار چگونه، یعنی که از همه اون کارهایی که پیش رمضان کرده بودن
دست کشن و پس از این رمضان دیگه هم کارا بر نگردن، به مانند سیگارت کشیدن، نوش کشیدن، عرق خوردن، زینو کردن، خودریزایی، کسی را رنجانیدن، کسی را غیبت کردن، کسی را مثلا تهمت کرده باشد، کسی را تهدید کرده باشد، کسی را چی میگن طعنه زده باشد، کسی را مثلا که پس زده باشد، اینها رو هم پیش از این رمضان که میآید باید که یک طرف مونده به ما شریع رمضان در آمده به نیتی که پس از رمضان تمام شدن دیگه به اون کارها بر نمیگردد. اطاعت نکردن پدر و مادر، احترام نکردن خود کلان، احترام نکردن استاد، مثل که بسیار چیزایی که در حیات ما هست، مثل ملت چی کردن، بین ملت ها جدا کردن، ملتگرایی، فخر کردن، کبر کردن، فوکچق کردن، اینها رو مثل که در رمضان که در آمدیم از اینها دور میشیم که مثل روزه میگیریم، بعد از رمضان برگشتن حاجت نیست، حاجت ندارد، لازم نیست انشاءالله. خب زنده سلامت خونه بود سربلند باشید، پای لیست لایک موندن و подписаться فراموش نکنید.